گنجیزیر. امروز اومدم با بچه های خوب گل و گلاب، آقای سینا اینفرنو و آقای امین و اوتیدی احسان آن د بیت اومدیم بریم با هم دیگه بچه پرو کلاب بزنیم. ولی قبلش من یه 5-6 تا پلیر پیک یک از 3 مثبت 78 چیدم. زیروبرتو رو اینجا در آوردم واقعیتش. خب الان بریم ببینیم چی میده بهم. بسم الله. خب اولی اوورال 83، دومی 82، سومی 83 بهتره. خب بریم رو آخری با رمز بزنی اینا رو. خب اول وسطی رو باز میکنیم 82. اوی خفنی خفن. اوبلاک 88 ریت بالا داد. بنازم بچه دقت کردین زبونم گرفت. دقت کردین وقتی ریتو بالا میخواد بده خیلی پررنگ تر میشه. خب این آشغال اصلا معلومه. نگاه اینم آشغاله، اینم آشغال. الان میان داداش الان همین رو بر میداریم میره داخل قسمت دابلیکیت ها. بخش صدا بچه هم میاد دیگه. باید بساده دیگه. من با این بچه ها بزرگ شدم حقیقت. اوه واو چی گفتم داشت. اوه بچه ها ازتون تعریف کردم. اینو اومد ماجی با هیچی نداد. با زیرو برتو علی الان پکاشو میزنه میاد. علی نداشت گنجی. پیپرت افتر می الان یه ترید الان میزنی گنجی کیف میکنی یا چی میزنم؟ آره یه چیز ترید یه بازیکن ترید چه؟ چه ربطی؟ پلیر پیک بسته همین ترید چی رو؟ پیکه. آره خب بریم با هم یه قسمت پر کلاب داخل لیگش دیگه. نوکتون که دیگه میدونی. اول هم آدرس اسم کلاب رو بگیم تا بقیه هم اگه دوست داشتن تشریف بیارن. بله چرا که نه. از رو 30 سال احسان جایی. آره ولی خب باید با اخلاق یه بنده خدایی به اسم سینا اینفرنو کنار بیه. اینقدر ما تر میزنیم تو این گیم، یعنی اگه کسی جای سینا بود از 12 ناحیه ما رو بلاک میکرد. به جان خودم میگم. چون کل تیم دستشه. سی ام که هست پاسا رو میده، خودش هم کاپیتان میشه. پرسا موواشو فقط ببین اینا چه مووایی میده. عشق میکنه با این مووا به جان خودم قسم. دیگه چشمت زد داداش دیگه تموم دیگه. الان کام چون من ندارم اتنا کلاپو ندارم آجی بزن بکنم کیو اکسپت کنم یه بچ بده. خب دو مهاجمت سه مهاجمش کن فعلا. این خورده منتظر بمونید. کدوم قسمت آجی به کی باید کنم بگو بزن رو فرنداش بیاد دیگه. بکنم دیدم بچه بگو تالیم پک کنم یه از نه تو تاکی حله برا. خب این پارکلاب بچه های قسمت لیگ داره، راش داره، دراپ داره و سکیل گیمز. میرید مثلا برای اینکه شروع کنی حالا قسمت دفاع شو، قسمت سی ام، قسمت مهاجم اینا تک به تک. سی ام داری؟ بیا جلو داداش بیا جلو. خب شماره 12 میدونم من همیشه عاشق دنی آلوز بودم بچه، برای همین شماره 12 گذاشتم. من کاپیتان نیستم احسان خود برو ترکیب عوض کن. کدوم قسمت برو تو کلاب بعد تکتیکس. یه لحظه خب مای کلاب نه؟ آره مای کلاب تکتیکس ترکیب بکن 4-3-3 4-3-2-1 حل داشت. یکی بود چیه؟ خب بیایم صاحب کن درست کنه. درست نکرد؟ باید 4-3-3 هستم. ای بابا نه
آجی قسمت مای کلاب میام بعد یه چیزی تکتیک بهم باش. زده. بعد برو تو تاکتیکت. آها دیدم بلا میره. الو میلان سریع باش خب بابا، سریع باش. بچه میخوام بازی کردن رو این قسمت رو ادیت میزنم که اذیت نشین شما، حوصلتون سر نره. همین قسمت هم ادیت بزنی. آره آجی فکر کنم درست کردم. فکر کنی؟ فکر نکن. یعنی ما الان بریم داخل ترکیب. آره بین داخل ترکیب. اوکله اوکی. اوکی. واو that's a beautiful ترکیب. خب بذار کاپیتانیو تقدیم کنم به سینا اینفرنو. همین اومدی؟ بچه سینا الیتا، یعنی چیزی بگم بچم یه چیزی میگن چیزی میشنوی. ای وای خجالت زدن داری. وای دارم ازت تعریف میکنم که وسط ویدیو نرینی بهم. ای ای آقای جعفری آقا جعفری بشین تو ترکیب. بشین. ولی امین متولد 69 ای امین؟ LW امین 69. وا بنازم چه سالی. من همیشه عاشق دو تا عددم 69 و 85. خب بریم بسم الله. یو 69 چرا میگن 69 نمیگن 96؟ میدونی چرا؟ چون اون برگشتی اون قلاب سر مال 6 نمیره داخل ده 9. جواد خیابانی عزیز. خب جدی دارم میگم داداش امتحان کن. احسان تو اصلا درکت به اینا نمیرسه به نظر من. آره آه نه خب آبادنی آوردم. یم بچه های چلل علی گنجی یا مستر گنجی. خب علی گنجی نوک هستن. ما الان یه بازی کاملا سالم و تر و تمیز داره مشاهده بله میکنیم بله و خودمونم پلیراش هستیم. او 7 علی نفرم گنجی نوک هستن تاکید. علی گنجی نوک. مستر یکم شاد شیم یکم بخندیم دوره میگم بخند دورم بفهمیم ما چقدر میخندیم. هی میگن چرا فیفا خسته نمیشی، همش فیفا و چطوری 1000 ساعت بازی میکنیم به این دلیله. 3 2 هم 1 شروع شد. آخ من داداشم اینا داشتن چی بازی میکردن حقیقتا. این روی دستم هم شارژ نداره ولی خب Well, this should be a good game, Derek. Both sides will be looking for a victory here today, and it's so important to get off to a بیا quick بیا start تیم in this یک. competition. من تازه آمدم. واو that's beautiful. با چه خبری یارو کجا داره میره؟ شلاوی داداش لیست دارم عالی. یادم نبود اون جریان شوت تو که کرد چی بود اسمش؟ یادم رفت. چی؟ واقعی؟ بله پریسیژن؟ هم بعدش داشتم آجی یکم به مخه با این پینگا نمیشه. بریم برو جلوتر از من همین. گفتم دفاع هم بکنم. نه نه دفاع دفاع نکن. برش کن همون جلو بازی کن. واو پاس داشتی که واو احسان بابا پاس منو خراب کردی. فرار خوب بکن. احسان در بده. به بعد است. That's a beautiful food. اونه راستان علی گنجی یو گنگ اصله مواد مخدر کجا داره میره؟ اینا گرفتی شو
Firing it towards goal. خب بدن اون پر که فینس شات میذاره من خودم دارم و نذاشتم Might be. ببخشید Wind out of their sails. Great defense. ریدم عالی. پاس ندارم پاسم 70 چنده Amin. Moving the ball nicely. Can they forge ahead? They're putting all their energies into winning back possession. Trying to probe, but not succeeding. خب ببخشید. فدا سرت عالی 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 جی جی اصلا دفاع. That's a good looking ball. بله این بازیکن مثل گنج گل میزنه با تاکتیک مثلثی MNS که میدونی یعنی چی مسی نیمار سوارز علی گنجی فقط نگو شکل بازیکنت برگرفته از شکل خودته. نه داداش شکل برگرفته از خدا بیامرز جمونگه من همیشه نظر میکردم موقعی که جنگ داشت که جنگاشو ببره That's a good looking pass. ای عالی عالی بنادم اوه میخواستی هم بزنی؟ همین؟ نکن بابا ای کار بابا آره. شاید گنجی فامیلی باشن ناراحت میشن گنجی خفت میکنه یه نفر رو جنوبی بودن خودشو بره خود کشه شدی Decent looking pass. ای Over the byline. Hence a goal. بگی ضربه زرد آه همین کی کردی ما رو And unable to کی keep کردی ما رو احتمال داره احتمال داشت. بگی ضربه It was a foul, but good use of Follow, advantage first by the touch. referee. Tremendous vision. And snubbed out Merci. the اون danger خوش یه immediately. پا رونالدینیو بود لاشی هیچ تو استوب کرد او بر مرسی جایگیری به موقع همه اسم میکنن تلوه Promising pass. خالی Working so hard to win back possession. ای Chance is on. مرسی مرسی عالی Brace on his debut. افتاید ترپ زد It's hard to do much. خجالت چارشو نمیکش گرفتم یامی جلو سینا آفساید ترپ آساجی نزنید موو هم ندید Just اوه missed the عالی. target. Good effort I'm there. sorry مرسی مرسی بچه He'll be a bit annoyed to have lost. ببخشید اصلا خودت هم یه گل بزن داداش راضی نیستم نمیخوام همش به من پاس بدی درست ریکورد خود دی نشون بده از اون آی Oh dear, oh dear. He makes the placement, but a really tame Not- effort, you have to say. اثرات مووای Amin on the ball. عالی امین ماشاءالله برو And he's through here. بابا Surely now. عالی 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 ریدم اومدم اسکیل بزنم دستم روی سرعت بود The pass یهو انداخت جلو worked out, but not quite. Read it superbly to take back possession. ببخشید من زدم اشتباه زدم. اشکال نداره یا بندرم همون سرد شده آه، وحشی سر شده من از کت بدم میومد با کت رفتم سرگاه Well, what can you say? This has been a dismal first half display from them. They've lacked discipline, they've looked disorganised, and they've lacked Yeah, fire. yeah, yeah. Not a great combination, really. Just the clearance that was called for. Excuse me. بعد بچه هم بنده سر وو اوه احسان چقدر دیلی داره Excellent ball over the top. میوت بودم داشتم زر میزدم Defending. باش ما میگیم میوت بود حل And credit due. مرسی مرسی عالی عالی عالی
نیمه اول و 3-0 با 2 گل مستر گنجی، یکی دیگه هم امین. مرسی. That's a beautiful. That's beautiful. ماما میا ماما سیتا کارشنلا یه رای بسیار طبیعی. میگم به نظرتون حقوق گزارشگرا چقدر بچه ها؟ خدایی گزارشگرای خارجی ایرانی خارجی هر دو یه کف 50-60 میگیره تو ایران. 50-60 میلیون همش؟ بله پولی نی بله که آره چیز خاصی همشون نمیده، ولی حال میده. واسه دادش گزارش در میاره. اونا کارش میده چیکار کنه اعتباره. همین شرمنده داشتم یکی از بچه ها سابسکرایب میکنم. راحت باش. بعد اونایی که میگن سنت رفته بالا بازی نکن فیفا فلان، به عرضتون برسونم که امین متأهل هستن و اینکه 2 تا بچه هم دارم. 2 تا بچه هم دارن ولی باز داره فیفا بازی میکنن. دلش جوونه، میدونه بچه ها گیم دل آدمو جوون میکنه. مرسی. عالی پسر عالی. همو بزن. مرسی بچه ها. همو بزن. اینا گنجی فامیلی نیست. اگه گنجی فامیلی بودن لفت میدادم. گنجی فامیلی مرام. آره. سانتو گرفت. خیمنز خدا خیمنز دوری تو خونه برقا رفته بود، از خونه بلند شدن رفتن تو باشگاه، نگو که برق خونه اومد برق باشگاه رفت. یعنی امرو کلا تو تاریکی به سر می بردم، ولی همچون مثل امام علی درخشان. ای بابا عالی بود عالی چه جف سازی میکنه. خودی اگه شرسی مفاین چه بکنم. آن فینس بابا دینا دارتش. میگم خب بابا امین خفته امین عالی بود امین تلاشت یه پا. حالا فینس نه فینس نه ولم کن ولم نمیکرد. چیزا بیاریم ما آره با هم میمونم رو دستت ببخشید. اوه نت ما خیلی داستان داره. واو مستر گنجو میبینید خیلی کارسازه. وای قرمز میزنه ولی ترچیب میخواست گل بشه. اصلا میدونی پاسا تکتیکی میخوایی بدی اگه با خالف میزنی بال رو بزنیم رو پای خالف میزنی بعد اون قشنگه رو میگیری جهت درست برابر بود. علکه مسئله اینجاست. مرسی امین عالی احسان. به کی داری موو میدی جوجه؟ بیلک براشون بچرخونم. به کی داره موو میده؟ لفت با خدا لفت بده 5 تا دقیقه 45 دقیقه 39 ریتم در بودم هنوزم ده. ولی احسان چه پاسیه تو حالم که
آه نه پیسی پلیر هیچ موقع با اگر پیسی پلیر اوکی. آه چه لگ بودی؟ It comes to absolutely nothing. ایران سینا کو؟ Giving the ball to the opposition. بودم that بیرون time. دیگه. نه بابا کاپیتان کیه الان؟ فکر کنم کاپیتان امینه؟ نه بابا آخر Emerging, نفر a اومده. wasted possession. Promising pass. Could be. امکان خودتی. Oh, that's مرسی top-notch goalkeeping, you've got to say. کاپیتان من داشت یا اول فصل یکی دیگه حال یکی دیگه کردین؟ اینو همه حساب شده است Well, for چند بازی اینجا زده یکیچ. 5 شده حاجی 5 چه بازی یکیچ. They've created numerous chances. They're winning the game. تا این فینیش من چرا and گل they could نشد؟ go on and score more. جونم This could get really embarrassing. شب بخیر دختر عمویی جونم دست من عمویی عمو Oh, Eh? an opportunity here. احسان اول که پاسی که میکیدی And a I lovely know. position. عالی همین It is to be a throw-in. بی مغزه رحم نداره Yoon. یون یا هیچ بیخیال اوه Happy to shoot. Well, somehow the goalkeeper got و to it. باد به طور خودکار Who can they pick out? همین ماشا Disappointing clearance. And دیگه عجب من another corner, hot on the heels of the last one. بگیر همین ازش بی اوهو ماشاءالله ماشاءالله The جدی goalkeeper. نه بابا من خواب اینجا رو به جان خودم دیدم وای Song. وای And now their turn to have the ball. Really good build-up, but no end product. تیما بشین توی ترکیب که دقیقه 88 ولی کاپیتان نیستی نشین چیه ولی یه لفت بده. آره کاپیتان Did it نیستی well. Well, you saw what the intent was, but just overcooked. And we will have just one additional minute. And there goes the final whistle, much to the disappointment of theirs. ماشاءالله علی گنجی عزیزی کاکام ماشاءالله به خودتون ماشاءالله 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 امین. امین عالی بودین بچه ها جی بوی جی بویز اینم از قسمت پروکلا فامیلی مستر گنجی یا آره بچه ها قسمت پر کلاب ولی خب همین رو ادامه میدیم پارت میزنیمش